ممکنه فکر کنی که این یک ویدیوی طنزه، اما اصلا اینطور نیست. پس تا آخر ویدیو حتما با من همراه باش. یه دانشمند گمنام میگه شانس فقط یک بار در خونه هر کسی رو میزنه. اگه همون یک بار بهش پاسخ مثبت دادی که هیچ، زندگی دگرگون میشه و حالا تا آخر عمرت باید بدبختی بکشی. میدونی بزرگترین شانس زندگی تو چی بوده؟ بله، کلیک کردن روی همین ویدیو بوده و اینکه الان نشستی و داری این ویدیو رو میبینی. این که تو روی این ویدیو کلیک کردی اصلا اتفاقی نیست. هیچ چیزی توی این دنیا اتفاقی نیست. پس باید واقعا از خدا سپاسگزار باشی که من را سر راه تو قرار داده. و بعدش بیا بریم سراغ اصل ویدیو. ما انسان ها دائما بمبارون اطلاعاتی میشیم. از موقعی که بچه ایم توی تلویزیون برنامه های تلویزیون میبینیم تا موقعی که بزرگ میشیم و بریم مدرسه، دائم داریم بمباران اطلاعاتی غلط میشیم. تمام اون چیزایی که بهت یاد دادن فریب بوده، دروغ بوده. تمام این بدبختیایی که توی زندگی میکشی به خاطر آموزش اشتباهت بوده. عمدن این آموزش های اشتباه را به تو دادن که تو رو بدبخت کنن. آموزش مهمترین مسئله زندگی هر آدمیه. تا حالا فکر کردید که چرا تعداد آدم‌های موفق کمه؟ به خاطر اینکه آدم‌های موفق خودشون رفتن دنبال آموزش‌های خاص، دنبال اون آموزش‌هایی که لازمه زندگیه، نه آموزش‌های غلط مدرسه و جامعه. اگه به تعلیم و تربیت مدارس بود که همه آدم‌ها بایستی تو زندگیشون موفق می‌شدن. پس چرا این اتفاق نمی‌افته؟ چرا اکثر آدم‌ها توی زندگیشون با کلی مشکل روبرو میشن؟ حالا سوال اینجاست، برای آموزش صحیح به چه کسی مراجعه کنیم؟ واقعیتش اینه که افرادی که صاحب نظر باشن و بتونن توی این زمینه به تو کمک کنن بسیار کمن. من بهت کمک میکنم که در هر جا و با هر شرایطی و هر سنی که هستی و هر جنسی که هستی زندگی تو بسازی. همه چیز رو از نو شروع کنی و بسازی. بله، با من در این ویدیو همراه شو با پکیج خوشبختی. پکیج خوشبختی من تضمین کننده شادی تو و نسل‌های آینده تو خواهد بود. ما و تیممون برای تهیه این پکیج بسیار زحمت کشیدیم. سالها خون دل خوردیم تا تونستیم این پکیج رو آماده کنیم. این پکیج با قیمت بسیار 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 ناچیز در برابر زحمات بسیاری که من و تیمم کشیدیم به شما ارائه میشه. قیمت این پکیج 10 میلیون تومان بوده که الان با این شرایط و با تخفیف ویژه ما به شما این پکیج رو فقط با قیمت 9,990,000 تومان ارائه میدیم. پس همین الان عدد 100 رو برای من کامنت کنید تا ما بیایم به دایرکت شما و راجع به این پکیج بیشتر برای شما توضیح بدیم. و اما یک مسئله مهم دیگه، به علت تعداد محدود این پکیج هر چه زودتر باید این پکیج رو تهیه کنید. بله، هر موقع دیدید کسی میاد برای شما از این صحبت‌ها میکنه، فقط و فقط یه انگشت بهش نشون بدید. واقعا بعضی چقدر سادن که این مزخرفات باور میکنن. یه مردی که یا زنی که میاد توی فضای مجازی و میگه بیا این پکیج از من بخر تا موفق بشی، تا راز موفقیت تو زندگی من برات بگم. آخه یکی نیست به تو بگه مردی که، زنی که، این چه رازی که فقط تو میدونی، هیچ کسی نمیدونه. تو این راز از کون کی کشیدی بیرون که حالا میخوای تبدیل به پکیجش کنی و تو کون ما حال بدی؟ این چه رازی که فقط توی دیوس توی عالم میدونی و هیچ کسی از اون خبردار نیست. میان به مردم کسخل و ساده‌لوح میگن که هر چی تا الان یاد گرفتید کسا شعر بوده. اون چیزی که تا الان یاد گرفتید بریزید دور و این چیزی که من میگم جایگزینش کنید تا توی زندگی موفق بشید. آخه یه آدم چقدر باید کسخل باشه که این حرفا رو باور کنه؟ واقعا توی این فضای مجازی هر شیادی که از راه رسیده شده برای خودش یه دونه کارشناس. جمع کن بابا این بساط مسخره تا پکیج فروش مزخرف. خجالتم خوب چیزیه. تو اگه بیل زن بودی در کون خودت بیل میزدی. خودت 8 گرو 9 و 9 هم گرو 10 و 10 هم گرو 11. به پکیج فروشی رو آوردی برای اینکه در کون مردم بمالی و پولای ملت رو پس بگیری. تو اگه میخوای پکیج زندگی بهتر رو به مردم بفروشی، این پکیج رو روی خودت پیاده می‌کرد تا خودت به اهداف والای زندگی برسی. نه اینکه بخوای این پکیج رو تو کون مردم بعد بخول بدی. بیچاره بعضیام که واقعا ساده‌ان، پولی را که با 1000 زحمت به دست آوردن خیلی راحت تقدیم توی پکیج فروش دیوس میکنن به امید اینکه زندگیشون بهتر بشه. نمیدونن که ریدن تو همون پولی که دارن به اون پکیج فروش میدن. بعد ببینید یک سری دیگه چقدر قالتاقن که میگن پکیجای مالی میفروشن، میگن بیاین این پکیجای استثنایی رو از ما بخرید تا زندگی مالیتون متحول بشه. اینا دیگه چه حق بازایی هستن. طرف میاد به شما ساده‌لوح پیشنهاد میده که بیاید پکیج های استثنایی ما را فقط با قیمت مثلا 10 میلیون تومان بخرید تا زندگی مالیتون متحول بشه. راه و رسم سرمایه گذاری یاد بگیرید. آخه یکی نیست بهت بگه مردی که پوفیوز لنگ، تو اگه این راه رو بلد بودی که خودت الان سرمایه دار بودی و توی بازار داشتی کار میکردی و اصلا زمانش رو نداشتی که بخوای بیای بشینی پکیج تهیه کنی و به مردم بفروشی.
خلاصه که گول این پکیج فروش رو نخورید که از هر 100 تا 99 تاشون قالتاق حقوق باز و کلا بردارن و تمام این تبلیغاتی که ازشون میشنوید فقط و فقط یک حقوق است که جیب شما رو خالی کنن و با پولی که از شما ساده راه میگیرن برن تا آخر عمر کیف کنن.